امروز جمعه است 23 نوامبر و تحولات تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. شعله گل خوجه هستم. سلام. در برنامه خبری امروز این موضوع ها بررسی می شود. در روزی که سرداری رئیست زندانهای تاجیکستان به نفقه فرستاده شد، در بروسل وزیر امور خارجه درباره اشوب محبس خوجند معلومات داد. هنگام حمله آنها به پاسگاه امنیتی داخل مؤسسه اصلاحاتی 21 محبوس به ضرر گردانید. مرگ در غریبی و بازاولانه در دست باز یک مهاجر توجیک در اداره پلیسی روسیه ففتید. این دفعه نیز گفتند وضع سلامتی بد شده است. و چپانای خطلانی خوشبین نیستند. آنها میگویند ممکن است خشکسالی سال گذشته و سردی امسال دیگی ساکنان را کم گوشت کند. باور دارم هم زمستان مرش حیوان بسیار شدیم سال میشود با شیدای میشود. اما شروع میکنم از آن که پلیسی پاکستان سه بمبگذاری مرگ طلب را پیش از آن که وارد کنسولگری چین در کراچی شوند نابود کرد. حکومت پاکستان تلاش انجام حمله تروریستی را تفته ضد همکاری‌های استراتژیکی میان اسلام آباد و پکین نامید. در یک حادثه جداگانه در پی ترکیش بمب در بازار سرآدم شهرک در شمال غربی پاکستان دست کم 35 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. در حمله کراچی که مسئولیت آن را گروه شورشی ارتش آزادیخواه بلوچستان به دوش گرفت، دو افسر پلیس و دو ساکن ملکی که برای ویزاگیری آمده بودند به هلاکت رسیدند. کنسولگری چین تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد. عزتالله شریفزاده معاون وزیر و سردار سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان از مقامش آزاد گردید. در قرار پرزیدنت تاجیکستان علت برکناری آقای شریفزاده به نفقه برآمدن گفته شده است. طبق همین قرار منصور جان عمرов معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی از مقامش آزاد و جایگزین عزتالله شریفزاده تعیین شد. این تغییرات در پی اشوب خونین در زندان رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در رابطه با اسیان 15 نوامبر فیض‌الله سفرزاد رئیس همین محبس همراه با 6 کارمندش بازداشت شد. تفصیلات از مولارجب یوسفی. عزتالله شریفزاده سردار اداره زندان‌های تاجیکستان از مقامش برکنار شد. فرمان برکناری شریفزاده روز 23 نوامبر از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان به امضا رسید. به مقام سردار اداره زندان‌های تاجیکستان منصور جان عمرов آمد که تا این وقت در وظیفه معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار میکرد. تغییرات در ریاست زندان‌های تاجیکستان در پی یک اشوب در زندان رقم 3 شهر خوجند صورت میگیرد. در پی اشوب در زندان خوجند اینچنین 7 نفر از مسئولان این زندان با شمول رهبر آن فعلا در بازداشت میباشند. مولارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. روز 22 نوامبر در شهر بروسل در پایان نشست هیئت تاجیکستان با رهبریت دوری اتحادیه اروپا وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراجدین مهریدین اشوب در مؤسسه اصلاحاتی رقم 3 شهر خوجند را شهر داد. Regarding the incident in Khujand penitentiary facility, در مؤسسه اصلاحاتی رقم 3 شهر خوجند طبع می‌دانید 8 نوامبر گروه از محبوسان از پیت مناسب استفاده برده اشوب راه اندازی نمودند. اکثر اشوبگران محبوسانی بودند که به حیث عضو داعش و دیگر گروه‌های افراطی در جنگ‌های عراق و سوریه اشتراک کردند. آنها 2 ناظر زندان را به قتل رسانیده 5 افسر دیگر را شدیداً مجروح کردند که فعلا در شفاخانه خوجند بستری هستند. 2 محبوس به خاطر کمکشان به ناظران محبس کشته شدند. رهبران زندان ابتدا سعی نمودند توسط مذاکرات اشوب را خاموش کنند. اشوبگران به تیرهای هوایی و هشدار ناظران اهمیت نداده تلاش کردند از محبس خارج شوند. هنگام حمله آنها به پاسگاه امنیتی داخل مؤسسه اصلاحاتی 21 محبوس به ضرر گردانیده شد. در میان اشوبگران 12 نفر به حیث عضو گروه دهشت افکن دولت اسلامی در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک کردند. 3 نفر عضو گروه‌های افراطی و تروریستی انصارالله، حرکت اسلامی ازبکستان و جندالله و همچنان 6 نفر باقی مانده محکوم به جنایت‌های وزنین به مثل راهزنی و کشتار و قاچاق مواد مخدر بودند. مأموریت محبس آنها را چندین دفعه به خاطر ویران کردن نظام داخلی مجازات کرده است. فعلا تمام چاره‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه در محبس خوجند و دیگر مؤسسه‌های اصلاحاتی کشور
اندیشیده شده است. روز گذشته در نشست رهبریت اتحادیه اروپا با نمایندگان تاجیکستان درباره مسائل سیاسی و اقتصادی، حقوق انسان و استراتژی نوی این سازمان برای آسیای مرکزی صحبت شد که بهار سال 2019 از جانب همه کشورهای عضو تصدیق می‌گردد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان سازشنامه شریکی استراتژی با ازبکستان را تصویب کرد. این سازشنامه ماه آگوست امسال در جریان سفر امالی رحمان به تاشکند امضا شده بود. همزمان برای جدا کردن قطعه زمین به ساختمان نمایندگی ازبکستان در دوشنبه رضایت داده شد. این زمین بیش از 1 هکتار است و برای 49 سال در اختیار ازبکستان قرار می‌گیرد. در این برابر وکیلان مجلس نمایندگان بعد بحث و محاکمه‌های زیاد طرح بودجه دولتی را برای سال آینده تصویب کردند. حجم بودجه سال 2019 از امسال بیشتر بوده است. برای یوسفی در همین باره میگوید. بودجه سال آینده 2019 تاجیکستان نسبت به بودجه سال جاری 13.2% و یا 2.8 میلیارد سومانی بیشتر خواهد بود. طرح بودجه سال آینده را روز جمعه 23 نوامبر فیضدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان معرفی کرد. با گفته وزیر مالیه، حجم بخش درآمد بودجه سال 2019 از حساب همه منبع‌های درآمد 23.8 میلیارد سومانی طرح‌ریزی شده است. درآمد جاری بودجه دولتی با در نظر داشت خوف‌های احتمالی فیسکالی در حجم 17.5 میلیارد سومانی از جمله از حساب واردات اندازه 16.3 میلیارد سومانی با افزایش 1.5 میلیارد سومانی، واردات غیر اندازه 1.2 میلیارد سومانی با افزایش 158.5 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. با گفته وزیر مالیه، در همکاری با سازمان‌های مالیوی حجم قرض‌های گرانتی برای پشتیبانی از بودجه سال آینده در حجم 300 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. حجم بخش درآمدهای بودجه سال 2019 با حدود 23% مجموع محصولات داخله برابر است. وزیر مالیه تاجیکستان گفت در بودجه سال آینده مثل سالهای قبلی ساحه اجتماعی برتری داشته بیشتر از 53% بخش خراجات به این ساحه اختصاص شده است. وابسته به امکانات‌های بودجه و امکانات‌های فراهم می‌شود شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم، لیکن حاضر در بودجه سال 2019 زیادش‌های مزدمنیت حاضر پیش شدگی است. اما تعدادی از وکیلان میگویند هرچند بودجه سال آینده تاجیکستان اجتماعی است، اما با منظور همین امکانات‌های محدود برای پشتیبانی اجتماعی قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کافی نیست. معاش و نفقه کارمندان حفظ حقوق باید که زیاد کرده شود. مثلا در امروز این مثلا کفایت نیست. وکیلان پیشگویی میکنند که بودجه سال آینده 2019 تاجیکستان اجرا شونده است اگر حوادث فوق‌العاده اقتصادی این روند را خلل‌دار نسازد. تحریم‌هایی که امروز نسبت روسیه کرده ایستادن کردنی است میتواند به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات جو در قلمرو روسیه می‌فروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند. اون وقت ممکن که درآمدهای اهالی کم شود. درآمدهای اهالی کم شد، خب اندازها کم می شود، انداز اجتماعی کم می شود، انداز از درآمد کم می شود. زمانی بحث و بررسی‌های طرح بودجه سال 2019 تعدادی از وکیلان از کاهش حجم خراجات در برخی ساحات مهم مخصوصاً مربوط به تولیدات ساحه کشاورزی نگرانی کردند. اما مسئولان تهیه طرح بودجه منیجمنت ضعیف آن بخش را در کاهش حصه بودجه با آن بخش‌ها متهم می‌دانند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک شهروند 38 ساله تاجیکستان در اداره پلیسی ناحیه ویشنیکی شهر مسکو جان داده است. مرگ این شهروند تاجیکستان که هنوز هویتش معلوم نیست پس از بازداشتی او و در داخل اتاق کاری پلیس رخ داده است. همکارم عبدالله شوروف از پی تحقیق این موضوع بود و حالا آماده است که با ما صحبت کند. عبدالله سلام و تو این ساعت در مورد مرگ این شهروند تاجیکستان چی معلوم است؟ سلام شهلا. پلیسی مسکو تا هنوز نام شهروندی تاجیکستان را از مطبوعات پنهان می‌دارد. در تماس‌های با تکرار ما اداره پلیس شهر مسکو حاضر نشد اسم این شهروندی تاجیکستان را آشکار کند. تنها گفته می شود او متولد سال 1982 است و نیمه روز 21 نوامبر در دایره یک عملیات از سوی نیروهای ویژه صبر به اداره پلیس ناحیه ویشنیکی آورده می شود. در دستانش هم زولانه بوده است و به گفته برخی از رسانه‌های روسیه گویا برای مقاومت با ناظر پلیس به دست او زولانه زدند.
дар идома гӯё ҳангоми бозпурсӣ дар рӯи курсии утоқи корманди пулис ҳолаш бад шуда меафтад. Максим Колосветов, афсари хадамоти матбуоти пулиси шаҳри Маскав, рӯзи 23 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, аз рӯи ин ҳодиса ҳоло дар идораи пулиси ноҳияи Вишнякӣ тафтишоти корӣ шурӯъ шудааст. вазъи саломатии шаҳрванди 38-солаи Тоҷикистон ки айни замон ному насабаш ба мо маълум нест бад шуда ва дар идораи пулис фавтид. духтурони ёрии таъҷилӣ даъват шуданд. طبق تشخیص ابتدایی آنها این نفر بر اثر بیماری دل فوتیده است. ضمناً این همه گفته‌ها تنها از زبان کارمندان پلیس شهر مسکو است و نظر جبر دیدگان هنوز معلوم نیست چون پلیس هویت آنها را پنهان می‌دارد. عبدالله تا جای می‌دانم در گذشته چنین حالت‌ها پیش آمده بودند و آیا کارمندان پلیس روسیه باری هم باشد به جوابگری کشیده شدند یا نه؟ واقعا شهلا حادثه های شبیه در روسیه در نسبت مهاجران تاجیک زود رخ میدهند. حادثه های لط و کوب، آزار و اذیت جنسی و طمع‌جویی از سوی ناظران پلیس روسیه کم نیست، اما در اکثر حالات جستجوی عدالت از سوی مهاجران با اخراج و یا دپورتاسیون شدن آنها از قلمرو روسیه ختم می شود. بارزترین چنین یک حادثه 3 سال قبل در شهر سنت پترزبورگ روسیه رخ داده بود. ناظران پلیس این شهر طفلی 5 ماهه را از دست مادرش گرفتند و بعد یک روز جسد بجانی عمرعلی 5 ماهه را به دست والدانش سپردند. تلاش های این خانواده برای به جوابگری کشیدن کارمندان پلیس به نتیجه انجام یافت چون مادر طفل بلافاصله از خاک روسیه اخراج شد. واقعا باعثی تاسف است. تشکر عبدالله برای صحبت. در واقع سفارت تاجیکستان در مسکو به اداره پلیسی ویشنیاکی نماینده خود را فرستاد تا که درباره جزئیات این حادثه آگاهی یابد. اطلاع بیشتر در دوام روز نشر می شود. احتمالاً سال آینده گوشت گوسفند که ما دوست می‌داریم در بازارهای تاجیکستان کمچین و قیمت خواهد شد. زیرا چپانانی ولایت خطلان میگویند امسال بر زمین خشکسالی زمستان نیز بر وقت آمد و به چرواهای آنها تاثیر گذاشت. شادمان یتیم گزارش می‌دهد. این گوسفند از کمترین چاروا است که امسال برای سالم به دنیا آورده است. چوپانها به سبب لاغر بودن چاروا نتوانستند از رمن نسل خوب گیرند. فربه نشدن مولو خرابن مولو طول خوب نمیگیرن این تری سولو زلال عموما همه جا در عذاب علف نبود چورو گش نموند بولو پایین همه قیم بود. کمبودی خس و خاشاک در صحرا نه تنها مانع این نسل رمه شد بلکه دهها سر چوروا در زمستان و بهار تلف یافتند. هم بهار دیدم هم زمستان مرش حیوان بسیار شدیم امسال میشوه با شیده میشوه با شیدگی هم تری. نظرعلی از زمستان امسال نگران است. خشک آمدن تیر ماه و زمستان گذشته چاروا را قریب تمام سال به خوراک ماند. بالای سوختن نمکاب سردی امسال در چوپانها را بر وقت تر کوفت. امسال چی نیست اینم زمینه دوام یا صاف نه یگان خاص نیست اینم جا دویده است اینم چی نیست. چی میشه آن معلومه. علاق دادیم مرسال چینی علاق دادیم. تا یکمی دکتر دادیم مرسال. امسال چند بر وقت اومد؟ امسال 20 روز پیش اومد. برای زمستان امسال اکثر چوپانها خاشاک ضروری ذخیره نکردند. نامساعدی آب و هوا امکان نداد در صحرا علف و گندم که برای چاروا خوراک ارزان است خوب شود. چوپانها میگویند احتمال پیامد خشکسالی سال گذشته و سردی امساله به نرخ چاروا تاثیر رسانده دیگ ساکنان را کم گوشت کند. با این برای نوزاد هم امید زیاد ندارند که تا سبزه بهار میرسد یا نه. اخرابه ساعت پایان آمدن فرصت برنامه امروز را نشان می‌دهد. سپاس به همه آنهایی که این 15 دقیقه با ما بودند. فردا صبح بر وقت آخرین خبرها در نوید بامدادی پیشنهادی شما می‌شود. همچنین وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمتتان است. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار هر یک شما باشد.